دو تن دیگر از عاملین اصلی قتل فرخنده بازداشت شدند. وزارت امور داخله میگوید این دو تن از ابتدا تا انتهایی که فرخنده به آتش زده شد دست داشتند. از سوی هم کمیسیون حقیقتیاب از وزارت حج و اوقاف میخواهد تا به وضعیت زیارتگاه ها رسیدگی کند. این کمیسیون میگوید یک اتاقک در زیارت شاهد دوشمشیره وجود داشته است که کارهای غیر اخلاقی در آن صورت میگرفت و بسته های فراوان کاندوم و کاندوم های استفاده شده نیز از این اتاق به دست آمده است. فرهناز فروتن این گزارش را تهیه کرده. پلیس کابل میگوید در تازه ترین مورد دو تن را که عاملین اصلی رویداد قتل فرخنده اند بازداشت کرده است. گفته می شود این افراد از ابتدای بیرون کشیدن فرخنده از زیارت تا آتش زدن وی دست داشتند. حدود 5 تن دیگر از عاملین اصلی هنوز هم فرارند. در این اواخر ما دو شخصی را گرفتار کردیم که عملا اسناد، شواهد و مدارکی وجود داره که در جریان قتل فرخنده توسط چوب، لگد یا شریک هستند، سهیم هستند. ما این دو شخص بعد از کارهای جدی و اپراتیفی تثبیت و گرفتار کردیم. هر دو شخص گرفتار شده به اعمال ارتکابی خود اعتراف دارند که از لحظه آغاز لطکوب فرخنده، مرگش و کشیدن جسدش به لب دریا، آتش زدنش یا شریک جرمی هستند. کمیسیون حقیقتیاب چشم دیدش را از اتاقک مشکوک در زیارت شاهد و شمشیره بیان می کند. اتاقکی که در گوشه از آن بسته های دست نخورده کاندوم و در گوشه دیگر کاندوم های استفاده شده پر بوده است. این کمیسیون از وزارت حج و اوقاف می خواهد تا به این کوتاهی ها رسیدگی کند. چیزی که بسیار مهم بود، ما از تصور من مسلمان و شهروند کابل بیرون بودن چی که در اتاقک پیدا شد. انگار در این اتاقک بجز از تعویض نویسی که خودش میتونه به نحوی که اونجا صورت گرفته خلاف دین باشه، بجز از ای که مردم به خرافات دعوت میشده، انگار موارد خلاف اخلاق کلی اجتماع هم داشته اونجا واقع میشده. شواهد وجود داره که انگار حتی اعمال جنسی داشته اونجا واقع میشده نسبت به شواهدی که اونجا وجود داشته. از سوی هم گمانه‌هایی وجود دارد که این حادثه یک حادثه سازماندهی شده بوده است. فرضیه میتونه ای باشه که تعداد به خاطر منافع مالیشان و سازماندهی مسئله به ضد فرخنده پرداختند. به تاریخ 28 هود دختری به نام فرخنده درست در همین جا و در همین ازدحام زیر مشت و لگد این مردمان مجروح پس از شکنجه های زیاد از جمله گذشتاندن موتر از رویش و سپس به دریا انداختن آتش زده شد. تحقیقات بعدی نشان داد که فرخنده هیچ قرآنی را آتش نزده بود. در مجموع تا حال 49 تن مرتبط با این پرونده در بازداشت پلیسند. و بیننده خبرهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه